داستان یک کشتی در دریای سیاه. میندازمش خیلی دور. محکم‌تر بنداز بیلویا. ببین اینطوری. کی میان؟ یکم دیگه میان. با بزرگ و بابا ما رو ببینن خیلی خوشحال میشن. این دیگه چی بود؟ رد و برق مته نترس. گوی برگردیم خونه من خیلی میترسم. نترس مته، این فقط رد و برقه. تازه بابا مینام الان میرسن. یکم دیگه صبر کن. داداش یادته برام یه داستان در مورد کشتی دریای سیاه گفته بودی؟ یادمه. میشه یه بار دیگه بگی داداش؟ دوباره؟ خواهش میکنم داداش، مثل اون داستان رو نشنیده. آره کنجکاو شدم. خب پس خوب گوش کنید. قدیما یه کشتی بزرگ تو دریای سیاه بود. بار اون کشتی شکلات و آب نبات برای بچه‌ها بود. ناخدا و کارکنان کشتی که از اون شکلاتا میخوردن خیلی خوشحال بودن. یه روز یه طوفان شدیدی میشه. طوفان در راهه. طوفان در راهه. همه برن سر جاهاشون. همه برن سر جاهاشون. همه برن سر جاهاشون. ناخدا طوفان داره شدیدتر میشه. نگران نباشین، طوفان الان آروم میشه. داریم لب جزیره به گل میشینیم. داریم لب جزیره به گل میشینیم. داریم لب جزیره به گل میشینیم. کشتی آسیب دیده. کشتی آسیب دیده. کشتی آسیب دیده؟ اگه نتونیم کشتی رو تعمیر کنیم نمیتونیم برای بچه‌ها شکلات و آب نبات ببریم. بچه‌ها خیلی ناراحت میشن، با هرچی زودتر راه میافتیم. آخه چجوری؟ کشتی آسیب دیده. اونجا رو ببینید، دلفینا. دلفینا دارن چی میگن؟ ازم میخوان شعر بخونم. اگه براشون شعر بخونم حتما کمکمون میکنم. نه خدای خوش صدای دریای سیاه، شعرتون رو بخونین دیگه. موج‌های بلند و کوتاه، دلفینای ریبای، دوست داریم ما دریای پاک. دریای سیاه، دریای سیاه، دوست داریم تو رو دریای پاک. ماهی‌های رنگ و رنگ، ماهی سفید، سفید گور و سرخ ماهی‌ها در کنار هم. دریای سیاه زیبا و قشنگ، ماهی‌های رنگ و رنگ، ماهی سفید، سفید گور و سرخ ماهی‌ها همه در کنار هم. دریای سیاه زیبا و قشنگ، دریای سیاه دوست داریم ما تو رو. دریای پاک دوست داریم. اینطوری شد که کشتی دریای سیاه به کمک دلفینا نجات پیدا کرد. بچه‌ای هم که منتظر شکلات ها و آب نبات بودن خیلی خوشحال شدن. ها؟ ببینین یه کشتی تو دریای سیاه داره واسه ما شکلات آب نبات میاره. کشتی دریای سیاه داره میاد. سلام بچه‌ها، اومدین پیشوازمون؟ خوش اومدین. منتظر شما بودیم. خیلی ممنون. هوا بارونی و طوفانی بود. خودمون رو به زور رسوندیم به ساحل. رعد و برق شدیدی بود. یعنی اصلا از طوفان نترسیدین؟ ما ناخداهای شجاع دریای سیاه هستیم. طوفان باید از ما بترسه. بله. پس بهتون یه هدیه از طرف کشتی دریای سیاه میدم.